با سلام. خب کودکی به ما مراجعه کرد، مشخص شد که مشکل شنوایی داره. سمک مناسب تجویز و تنظیم شد. خانواده پس از مدتی میگه که کودک ما داره سمک استفاده میکنه، سمکش هم خیلی خوبه اما پیشرفتی نشون نمیده. سمک قدم آغازین مسیر توانبخشیه. ما در ابتدای راهیم. اون کودک به کلاس‌های تربیت شنیداری، کلاس‌های گفتار درمانی و توانبخشی‌های مربوطه نیاز داره. همچنین اون کودک مورد ارزیابی‌های شنوایی قرار میگیره طبق ارزیابی‌هایی که همکاران گفتار درمانگر و شنوایی شناسانی که توی تربیت شنوایی انجام میدن، گزارش‌هایی که به ما میدن، مجددا اون تنظیم سمک براش صورت میگیره. چون کودک نمیتونه نیازهای خودش رو برای ما بیان کنه، در نتیجه ما باید خیلی هوشیار باشیم و بدونیم که اون کودک داره در مسیر درست قدم برمی‌داره و پیشرفت حد اکثری خودش رو داره. ممکنه که خانواده‌ای بگن که خب داره از سمک استفاده میکنه دیگه، تربیت شنوایی و گفتار درمانی چه نیازیه؟ ببین عزیزان، تربیت شنوایی تفاوت شنیدن و گوش دادن. شما ممکنه یه موقع توی خیابون یه نفر داره از کنار شما رد میشه، یه صحبتی میکنه، شما میشنوی اما ازت بپرسن چی گفت، میگی من متوجه نشدم، در حالی که صداش برای شما کاملا قابل شنیدن بوده. تفاوت شنیدن و گوش دادن شنیدنیه که همراه با تمرکز باشه، همراه با توجه باشه. اون کودک بتونه اون محرک صوتی رو درک کنه که آیا بهش توجه کنه، پاسخ بده یا نه، یه محرک صوتیه که هیچ ارزشی برای اون نداره. لطفاً به تمامی این موارد دقت داشته باشین تا کودک شما بتونه پیشرفت بیشتری داشته باشه.